هوش سنتتیک نسل بعدی هوش مصنوعیه، اما با یه تفاوت بزرگ. اگه هوش مصنوعی فقط یاد میگیره و تقلید میکنه، هوش سنتتیک واقعاً میفهمه، فکر میکنه و تصمیم میگیره. هدفش فقط اجرای دستور نیست، بلکه مثل انسانها درک و استدلال داره. ایده ساخت این نوع هوش از سالها پیش توی علوم مغز و شناخت شروع شد، اما با پیشرفت فناوری‌هایی مثل یادگیری عمیق و تراشه‌های عصبی بالاخره شدنی شد. حالا ماشین‌ها میتونن مثل مغز انسان تجربه کنن، یاد بگیرن و حتی به نوعی احساس نشون بدن. تفاوت اصلیش با هوش مصنوعی اینه که AI فقط طبق داده ها رفتار میکنه، ولی SI میتونه خودش تصمیم بگیره و رفتار جدید خلق کنه. یه جورایی مثل فرق بین ماشین حساب و ذهن انسانه. یکی حساب میکنه، اون یکی میفهمه چرا داره حساب میکنه. کاربردهاش فوق‌العاده است. در پزشکی میتونه حالت روحی بیمار رو تشخیص بده و همزمان دلداری بده و درمان رو تنظیم کنه. در آموزش درس‌ها رو با احساس و نیاز هر دانش آموز هماهنگ میکنه. در شهرهای هوشمند خودش تصمیم میگیره که ترافیک، انرژی و آلودگی چطور مدیریت بشن. حتی در امنیت و دفاع میتونه خطرها رو پیش بینی کنه، نه فقط بهشون واکنش نشون بده. اما در کنار این پیشرفت‌ها نگرانی‌های اخلاقی هم وجود داره. اگه یه سیستم بتونه خودش تصمیم بگیره، چه کسی مسئول اشتباهشه؟ یا اگر یه روز از انسان باهوش‌تر بشه، چه اتفاقی میفته؟ هوش سنتتیک قرار دنیای ما رو تغییر بده، نه فقط با سرعت یا دقت، بلکه با درک، خلاقیت و شاید روزی با همدلی. اما باید یاد بگیریم چطور ازش درست استفاده کنیم تا به جای تهدید تبدیل به همراه ما برای ساختن آینده‌ای بهتر بشه.